پدر و مادر خود را هیچگاه فراموش مکن. یا امی ما شکل السماء وما الضیاء وما القمر. در چه سخن زیبا و گوارایی است که از تکرار آن هر لحظه و ساعت دلم گم میزند و از چشمانم به اختیار اشک جاری می شود. مادر چراغ و چشم خاندان گنجی به بهاست و آن برای فرزند شخصی از همه نزدیک و مهربان و مونس و غمخوار به حساب می رود. الله تعالی حق آنها را همراه حق خود یک جا ذکر نمود. از ما طلب می کند تا همراه با شکر الله تعالی شکر آنها را ادا نماییم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. الله تعالی را بپرستید و هیچ چیز شریک او مسازید و به پدر و مادر خود نیکویی کنید. رضاگی الله تعالی در رضاگی والدین است و غضب او در غضب آنهاست. برادران و خواهران عزیز، شما در مورد ایام خردسالی کمتر اندیشه نمایید و از ناتوانی طفلی خود یاد بیارید، همچنانه که خداوند می‌فرماید و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. پروردگار من به آنها رحم کن همچنانه که مرا در خردسالی تربیت نمودند. مادر تو را در شکم خود 9 ماه با همه عذاب و مشقت برداشته است. عذاب در وقت حمل، عذاب در وقت زادن، و تو هرچی بزرگتر می شدی مادر لاغرتر می گشت. هنگام زادن مادر مرگ را با 2 چشمش می بیند و چون تو را در کنارش دید تمام الم و شکنجه‌اش را در حال فراموش کرد. گرسنگی می کشید تا تو سیر باشی، بیدار می نشست تا تو خواب روی. او برایت مهربان و غمخوار بود، اما برای پدرت تو بخت و سعادت بودی. عذاب می کشید، مشقت ها را تحمل می نمود تا همه نمود ضررها را از سرت دور سازد. سفرها می کرد، سرما را سرما و گرما را گرما نمی گفت و برای به دست آوردن یک بردنانی تو خود را فراموش می کرد. منفعت تو را می خواست. از نصیحتت لحظه غافل نبود. چون تو را می دید می خندید و چون می خندید برایش یک دنیا بود. چون وقتی رفتنش می شد سخت آغوشت می گرفت. وقتی که به خانه بر می گشت دست به گردنش حلقه می کردی. اکنون آنها پیر شدند و مویهایشان سفید شده است. دیگر رو به ناتوانی و عاجزی می آرند. بعد از آنکه تمام طاقت و توانایی خود را با تمام داراییشان درای تربیت و خرسندی تو صرف نمودند. تو به این گفته خداوند اندیشه کن که می فرماید چون یکی از آنها و یا هر دو در پیش تو به پیری رسیدند. عباره در پیش تو معنای آن را دارد که آنها محتاج به تو شدند و رو به سوی تو آوردند و در زیر سرپرستی تو قرار گرفتند. آنها وظیفه خود را به جا آوردند، کار خود را کردند، به تو خدمت نمودند. اکنون نوبتی تو آمد، پس تو برای آنها اف مگوی و آنها را مرنجان و با آنها سخنانی زیبا بگوی. یا امی ما شکل السماء وما الضیاء وما القمر. بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام
آخر. يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الخطر، عسى